این حرفا خوبه، این حرفا بده، این حرفا شیرینه، این حرفا تلخه، این حرفا اذیت دهنده است، این حرفا کمک کننده است. این حرفت خیلی بیرا بود، اون حرفت خیلی درست بود، اون حرفت خیلی غلط بود، این اشتباه بود. آیا خطکشی برای سنجش این هست؟ اگر هست، حالا ما این حرفا رو چگونه برسونیم که اون تم سازنده و مثبتش زنده بمونه، آستانه تخریبش کمتر باشه؟ چون ما آدم ها وقتی حرف میزنیم دنیای فکر احساسمون رو بروز میدیم. حالا چگونه این حرف ها رو اون تم سازندش رو زیاد کنیم؟ ما بهش میگیم کشف نیت مثبت‌های افراد. برای اینکه این نیت مثبت‌ها رو پیدا کنیم